الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبلا از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که الله مهربان محبت های ما را، اخلاص های ما را به سوی دین خودش زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیک ما حاصل بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت بگرداند، بیماری هامون خدای مهربان شفای کامل بخشد و از الله مهربان خواهان او هستم که برادرانی که برای ما سوال ارسال کردن و انشاءالله الله مهربان اگر امکانیت و وقت برای من دهد من برای این سوال ها جواب میگردانم. تمام برادرانی که این سوال ها را ارسال کردن خدای مهربان که سبب گوش کردن با هزارها نفر می شود توفیقاتنا، اخلاصاتنا، محبتاتنا به سوی دین زیاد گرداند و بعد شنیدن این سوال ها و بعد شنیدن این جواب ها خداوند برای ما و شما توفیق عمل کردنش هم نصیب بگرداند. برادران عزیز و گرامی، میگذاریم به سوی سوال ها که برای ما روان کردن. اکنون از همه شما قبلا من بخشش میپرسم، زیرا که من دائم امکانیت های بر سوال های شما جواب دادن رو ندارم، زیرا بعضی مشغولیت های هست که خلاص من دائم به این سوال و جواب ها مشغول شدن میتونم. از همه تون قبلا بخشش میپرسم، ولی به هر حالم که باشد به قدر امکان من برای شما سوال هایی که هست نوبت به نوبت، شاید من در 10 روز یک بار، شاید که از او در یک هفته یک بار، شاید در نصف ماه یک بار من به چند سوال های شما جواب گفته میتونم. ولی شما هم باید دانید که بعضی باز من مشغولیت ها و بعضی باز کارهایی دارم که برادرای عزیز و گرامی مانع می شود که من دائم به این سوال ها و جواب ها مشغول شوم. خدای مهربان همتون نگهبان باشد. در اینجا سوال آمده است که در حقیقت گفته است در عقیقه پسر به جای 2 گوسفند انا 1 دانه اگر ما به شرطی که ذبح کنیم آیا در اینجا ترک سنت می شود؟ یعنی برادرای عزیز و گرامی، پیشتر هر کدام ما و شما آگاهی داریم که وقتی دختر تولد شود 1 گوسفند و بچه تولد شود 2 گوسفند ذبح کرده شود. ولی این اولا شما دانید که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه انجام دادن این عقیقه گوییم، یعنی ذبح کردن این چاروا امر مستحب است، یعنی با انجام دادنش ما ثواب میگیریم برادر عزیز، لیکن برای ترک کردنش هم انسان گناهکار نمی شود. ولی از بس که کار خیر است، کار نیک است، از ذبح این گوسفند، از گوشت این دیگرها که برخوردار می شوند، کار خیر که هست، صدقه که هست، ما انشاءالله هیچ کس در این کار مانع شده نمیتونیم، یعنی منع کردن ده هم هیچ وقت حق هم نداره. ولی حکمش شما دانین که با کردنش ثواب میگیرین و نکردنش شما گناهکار نمیشین. ولی انسان هایی که اگر امکانیت 1 گوسفند دارن، 1 گوسفند هم که اگر شما ذبح کنین سنت به جا میاد، اگر به شرط امکانیت هم نداشته باشینم اینجا هم شما گناهکار نمیشین، یعنی اینجا هم سنت به جا آمده است. خواه اگر در جای گوسفند بزم که اگر ذبح کنین اینش هم اجازت است. خلاص
همه این مقصد چی است؟ مقصد دستگیری دیگر انسان ها و همچنان شکرگزاری بر همین نعمتی که خدا به شما داده است تا این گوشت ها در دست دیگران رسه و آنها در حق شما، در حق فرزند شما دعا کنند. از این لحاظ برادران عزیز، کسی هم که امکان ندارد، ولی بینین امروز بسیاری آدمایی هست که امکان حج رفتن ندارند. پس آیا مقصد اونها چی؟ از این ثواب بی بهره‌اند؟ نه، برعکس پیامبر نازنین ما گفته است هر کسی که اگر رفتن نماز جمعه را ادا کند، ثواب همان حج را که مردکای مبلغدار و شرایطدار انجام میدهند البته همون ثواب میگیرید. یا در عوض این بسیاری از عبادت‌های هست که بدون مال، بدون خرج پول شما وقتی انجامش میدین شما هم همون ثواب‌ها را به دست میگیرید. یعنی انشاءالله این دین، این شریعت این نیست که برای مبلغدار و برای پولدار ثواب‌های الهیده داشته باشد، برای کمبغل این ثواب‌ها وجود نداشته باشد. نه، این دین دینی همه هست، این رحمت برای عالمیان است. از این خاطر کسی که نداردم انشاءالله وی پیش خداوند گناهگاری ندارد، لیکن کسی دارد اجرا کند، خدا خواهد البته ثواب این سنت هم شما میگیرید. دویم سوال گفتن انا از روی نفس تنگی اگر به شرط دربینی دارو چکانی آیا روزه میشکند یا نمیشکند؟ که اگر به شرط دربینی شونم که اگر دارو چکانند همان مقداری که اگر به حلقشان نرود یا احساس کنند که الک وی از حلقم پایانتر رفت، انا همونش روزه را میشکند. ولی اگر آن مقدار کمی باشد، یک چکره یا یک مثال دو چکره در اینش، یک چکره در این، یک چکره در این معلوم است که هیچ وقت این تا حلق ما و شما رفته نمیتواند. از این لحاظ در این حالت در روزه شما یگان زیان و ضرر نمی شود. سوم گفتن نگه داشتن کبک در خانه گناه است یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، آنا پرنده را در قفس نگه داشتن از وقت شکن پیشترها مردم من میکردن که شما پرنده ها را در قفس نگیرین، یعنی جای اینها همین هوای کشاد و همین صحرای کشاد است. ولی در فتواها داشتن پرنده برادرای عزیز گناه نیست، فقط گناهش بر همین است که وقتی که بیشتری وقتی تو را همون مشغولیتی با پرنده میگیرن، خواه کبک باشد، خواه کفتر باشد، خواه مقصد اینه پرنده هایی که امروز بسیار آوازهای شیرین خوبی دارن، اگر بیشتری وقت با همین ها تو وقت گذرانی، انا همینجا ده برادرای عزیز و گرامی کراهیت پیدا میکنه. یا اینکه همون کبک من مثال در خانه برای صدای خوشش نیو برای خاطر جنگ انداختن، انا اینا برادرای عزیز اینش اجازت نیست. برای همین پرنده را در خانه نگه داشتن، در مثال در قفس هم نگه داشتن، برای وقتی مرا خوش کردن، برای ای صدای شیرینش برخوردار شدن، با وقتش آب و همو گویم دانش تامین کردن، این یگان گناهی ندارد. فقط احتیاط کنین که همون کبک های شما از پرنده های شما طرف خانه های همسایه نروند. ولی اگر در شهرها کو برآمده نمیتونن، دیوال های بلند است، لیکن در بسیاری از قشلاق ها مقصد از بس که دیوال ها نیست یا اینکه مقصد دیوال ها هم باشه پستره، و همین خاطر صاحبای کتاب گفتن که پرنده ها تا که خانه های همسایه میروند شما از قفای اونها که به اجازت وارد خانه هاشون میشین، و همین خاطر عزیزای خدا من میکردن. انا همین چیزها را اگر رعایت کنین انشاءالله یگان گناهی نداره. خب دیگر سوالی که کردن گفتن در تراویح از روی تلفن قرآن رو ختم کنی جایز است یا نه؟ اینش در مذهب خودمون برادران عزیز و گرامی اجازت نیست که ما یا قرآن یا تلفن بگیریم و در دستمون با همون مقصد ختم قرآن کنیم. فقط رخصت هست که اگر به شرط امام پیش در آمد،
ایمان پیش در آمد، یک نفری که از پشت او میستد و او را لقمه میتد، انا اون آدم اگر تلفن در دستش باشد و مقصد پیگیری کند که تا ایمان مقصد در یگان جا خطا نکند یا اینکه مقصد فراموش نکند، برای این کس اجازت هست. سوال دیگری که کردن، گفتن بابای حاجی آیله من 9 ماه حامله است. من گفتم که روزه نگیر، گناهگار شدم. نه، البته شما گناهگار نشدین، زیرا که برای زنهایی که شیرده هستند، زنهایی که حامله دار هستند، اینها را مقصد شریعت اجازت داده است که روزه هاشون را بخورن. وقتی که همین حالت های شیر دادن و حامله داریشون که از بین رفت، میتونن که بعد این روزه ها را قضا بگیرن. و همین خاطر شما یگان دلالت نادرست نکردین برادر عزیز، شما یگان گناهگاری ندارین. بابای حاجی نیت کنه که نماز ویتر را با تهجد میخوانم، اما در خواب مانید، چی باید کرد؟ البته بسیار سوالم سوالی با موردی هست. میگه من مثال وقتی شب 4 رکعت فرض خفتن مخواندم، 2 رکعت سنت چه خواندم و به خاطر که ثواب گیرم و موافق به سنت شود، من مثال نماز تهجد ما که ما برای شما بیان کردیم که از 2 رکعت آغاز می شود تا 12 رکعت و در اخیرش 3 رکعت نماز ویتر، یعنی 12 با 3 15 رکعت، که این فعل پیامبر نازنین ما بود، طرز خواندن تهجد پیامبر ما بود. ولی من همین را نیت کردم و خواب کردم که در خواب ماندم. این حالت دم برادران عزیز، همان نیتی را که من کرده بودم، همان نیت ده من انشاءالله سزاوار شدم و من همون ثواب گرفتم. یعنی هیچ وقت من در این مسئله گناهگار نشدم، زیرا که من را به فعل خودم نکردم، من را قصدا نکردم. از این لحاظ در این مسئله شما گناهگار نشین. ولی من یک حدیثی را، یک قصه را براتون بیارم. میگه در زمانهای پیامبر صلی الله علیه و آله آدما وقتی صدقه میکردن، میبردن پول در پیش یک کس میموندن و میگذاشتن. میگه بار همین کار در مسجد چی؟ یک نفر آورد مبلغ مان، پایانتر نشست، کمتر روز که روشن شد دید که هم مبلغ پدرش داده است. و پیامبر وقتی که شکایت کرد گفت من خواستم خیر کنم، اون مبلغ در دست پدرم افتاد، چیکار کنم؟ پیامبر گفت که تو موافق نیتت ثواب در پیش خداوند گرفتی. انشاءالله کسی همین نیت کرده باشه، خواب دم که مانده باشد، وای ثواب همون نماز گرفت. خدای مهربان تنی صحتتون تیا برادر عزیز، عمر درازتون تیا. انشاءالله من انا یک قسم سوالهای شما را جواب گفتم، قسم دیگری ایرا انشاءالله برای شما با بیان میسازم. دوام سوالاتون انشاءالله جواب میگم. الحال در پناه الله مهربان باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.